بار عظماست. نازه نفسه. های عذاب و درد و ماتمم کار عظماست. های دروغش گشته رسوا و خودش لعن. آی که آتش بدره انبار عظما باز. عجب سال بدی بود آی دکتر، کاش مقام عظما محمد بود و الان نبود ببینه. بعد ندیدی، بذار یه کمی دیگه تو 99 بریم جلو تا بهت بگم بعد یعنی چی. آی دکتر کلی سرمایه گذاری کردیم رو شکاف انداختن بین آمریکا و اروپا. غش و ضعف رفتیم که الان خانم موگیرینی برامون سازوکار مالی درست میکنه. فقط یه چند تا دست و پا شکسته سر سلفی گرفتن رو دست مجلس گذاشت و رفت. میگفت آخر همین ژانویه اینستکس مسئله‌تون رو حل میکنه. اون ژانویه که سهله، بعدش هم اومد و رفت. توف هم کف دست نظام نذاشتن. منظورش از آخر ژانویه بعد از اون شنبه‌ای بود که حاجی روحانی گفت همه چی عادی میشه، نه این دوتا ژانویه‌ای که اومد و رفت. آها، پس اگه کف دست اون موب دیدیم اون ژانویه هم میبینه های دکتر. آره، چون که دیگه سوگلی استحاله خودش هم رفته تو لیست جفبا. منظورتون اون ظریف مشنگه؟ آره، من نمیخواستم اسمشو بیارم، تو برداشتی آوردی، دوباره حالم بد میشه. حالا نمیشه یه کمی قیافشو عوض کنه، ریش بزی و لبخند میمونی رو یه مدتی بذاره کنار، شاید دوباره یه راهی باز بشه های دکتر. برم میگم خودشو کردن تو لیست، حالا هر چند بزک بکنه دیگه فرقی نمیکنه که. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که آفتابه طلا هم که بشه بالاخره جایش تو سرویس بهداشتیه. دکتر بهتر نبود مقام عظما برای اعلام اسم سال یه مشورتی با بقیه بکنن، یه چیزی انتخاب کنن که مثل هر سال خراب نشه رو سر مبارکشون؟ قربونت، اول سالی انگار حالت خوب نیست و دوباره تا آخر سال همینجوری میمونی ها. ایشون اگه اهل صلاح و مشورت بود که سر این فتوایی که کشکی میده همینجوری که بعد همه به ریشه مبارکشون میخندن یه مشورتی میکرد. حالا گیرم تازه این کارم بکنه. تو این وضعیتی که گرفتار شده مثلا چی بهش میگن که به دردش بخوره؟ خب همونی رو که هر کسی میبینه میذارن کف دستش دیگه. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن یارو را پیش فالگیر گفت فال منو بگی ببین امشب تو مسابقه بوکس برنده میشم یا نه. فالگیر درجه گفت میبازی عین چی؟ حریفت عین آش پخشت میکنه رو زمین. ترک بابا تو که هنوز کف دست منو ندیدی که. فالگیره گفت خب هیکل دوزاری تو که دیدم. روشن شد یا چی بذارم که کف دست تو بو کنی. آیه دکتر شما به عنوان ابر استراتژیست نظام از اوضاع مقام عظما خبر داری دیگه. خب منظور همه میگن وضع مالی ایشون توپه. اوه چه توپی، ولی منظورت چیه؟ چرا یه سوال درست و درمون نمی کنی این وسط؟ آی دکتر میخواستم ببینم که حالا که تحریم و نظام رو بدبخت کرده مجبور شده مثل گداها دستش دراز کنه پیش بانک جهانی، اونم بهش بدن یا ندن؟ بهتر نیست از اون پولای کلون بریزه وسط؟ برای چی میخواد این پول؟ آخرش ورثه یعنی همین حاج آقا مجتبی و خجسته خانم، اینا همشون دور هم جمع میشن میخورن و فوش میکشن به جونش. صبر کن ببینم تو کی میخوای بالاخره استراتژیست بشی؟ مقام عظما همه دور و بریاش اگه میخواستن پول بریزن وسط که کار نظام به این بدبختی ها نمیکشید که. همه کارا رو کردن که پولا رو بخورن. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن مأمور بنگاه خیریه پاشون را پیش یکی که وضع مالیش خیلی توپ بود، عین مقام عظما، گفت ما تحقیق کردیم شما خیلی ماشاءالله پول داریم اما به خیریه ما تا حالا کمکی نکردی. یارو گفتش که شما که تحقیق کردین فهمیدی که همین هفته قبل مادر من بعد از یک بیماری سنگین چندین ساله فوت کرد. ترگو آره خیلی متاسفم. گویا فهمیدی که خواهرم به دلیل فشارهای زندگی روانی شده با چند تا بچه قد و نیم قد الان بستریه. گفت نه نمیدونستم، واقعا متاسفم. گفت فهمیدین که داداشم که عیالبارم هست این همه مخارج داره 10 سال پیش تصادف کرده هنوز بستریه. ماموره که دیگه می‌خواست گریه بکنه با کلی عذرخواهی گفتش که من خیلی خیلی از شما معذرت میخوام که اصلا اومدم و تو سوال کردم. یارو گفت صبر کن، من به همه اینایی که گفتم یک قانون کمک نکردم، من بیام به خیریه تو کمک بکنم. روشن شد. یه روز منتظری که مقام عظما پولا رو بریزه وسط.
آقای دکتر منم مثل اون مأمور خیریه ازتون عذر میخوام همش به خاطر اینه که شما خیلی هوای منو دارین کم منو روشن میکنین حالا هم خواهش میکنم روشن آفرین کنین خودت درخواست روشن کردن میکنی سب کنی آقای دکتر در دیزی و لحیه گربه کجا رفته هم قربونت کنی برم ناکسی وسط تو دیزی هستی یا آقا گربه اول سالی هم همچین میخواد دیزی دعوا تو را بار بندازی. بذارم چی پیش رو گردن دیزی خواهد. رو بندازی؟ کلم بزنه.